یه روزی برسه بگی ای کاش زنده بشه بیاد به هم فوش بده، یه کاش یه بار دیگه صداشو بشنوم سرم داد بزنم. یه داستانی هست میگه با این بابای ما خیلی خور و پف میکرد، نمیذاش بخوابیم. یه هرچند بهش میگه اون کسی که خور و پف میکنه بهش میگه خور و پف میکنه قبول نمیکنه. دیدید یه شب ضبط گذاشتن، صدا رو چیکار کردن؟ ضبط کردن. فردا رفتن بر بابای بذارن که چی؟ یه گوش کن ما نمیخوابیم پا میشیم میریم یه طبقه دیگه یه جای دیگه، برای همینه به این صدا رو گوش کن، این تراکتوره. براش پخش بکنن و دیدن بابا همون شب سکته کرده مرد. بچه میگه حالا هر شب که میخوایم بخوابیم اون نواره رو میذاریم چه بخوابیم باش. دلمون تنگ شده برامون خور و پفا. قدرشون رو بدونید. یه لحظه میگذره درگیر زندگی میشی، درگیر درس میشی، درگیر دانشگاه میشی، ازدواج میکنه، یه لحظه میای یهویی دستشو گرفتی میگه چقدر چروکیده است این دستو، پیر شده. خیلی ها مردن و رفتن ها، اینم میره ها. چقدر قدر این دستا رو میدونی. فشار عصبی تو بیرون، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو سرش بوده، میاد تو خونه داد میزنه سر مادرش، داد میزنه سر پدرش. پناه بر خدا. کجا بود اون بدبختیایی که کشید برای تو، بیدار خوابیایی که کشید برای تو؟ کجا بودی وقتی یه چیزی پرید تو گلوت؟ یه لحظه تمام دنیا آوار شد رو سرش، بچه‌م خفه نشه. مادر مثل مداده، ریز ریز همینجوری میتراشی، افت کردنش میبینی. اما مرد، پدر چون غرور داره مثل خودکاره، یه هویی جوهر تموم میشه، یه هویی میره، چون نمیخواد خم به ابرو بیاره. اون جایی هم که دیگه زورش نمیرسه چیز رو بلند کنه مثل قدیم، شما رو نمیندازه. مرده، غیوره. خدا نیاره اون روزی که بچه غرور پدرشو بشکنه. تو هم بابایی، پناه بر میشنویمو، تو هم پدری کردی برا ما. چی کار کردی برامون؟ میخواستی بچه پس نندازی. آقا اینا یه سنی که میگذره حساس میشن، یعنی بچه ها میشن، لوس میشن، دلشون نازک میشه. ببین اصلا افسردگی داره دیگه. طرف مثلا میگه من 50 رد کردم، یا با خودش میگه خب بابام که 60 سالم کرد، مادرم که 70 سالم کرد، چیزی نمونده ها. رفیقم نگاه کن بچه‌ت میدیدیمش 50 سالگی سکته کرد مرد. چی شد؟ یهویی دنبال ثمره زندگیشون میگردن. مهمترین ثمره زندگی یه آدم بچه‌هاشه. میگرده یه سرچ میکنه میبینه چه بچه‌ای که فوش بهم میده، بچه‌ای که احترام بهم نمیذاره، بچه‌ای که صبح و شبمو براش گذاشتم، انگار بابا انقدر بیمرام، انقدر نامردی. اصلا بابا آدم انتظار نداره از کسی که براش جونتو گذاشتی، عمرتو گذاشتی اینجوری جوابتو بده. دلشو میشکن. شاید چیزی نفرینم نمیکنه ها، بچه‌شو دوست داره، دلش میشکن. بدبخت کرده. برو سگ دو بزن، برو.